سلام، به داستان پچ پچ بی حیا خوش اومدین و ممنونم از اینکه روی این ویدیو کلیک کردین. امروز با یه پادکست جدید در خدمتتون هستم. فقط ازتون خواهشمندم در ابتدای شنیدن لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. یه ماه از تصادف شوهرم میگذشت و اون 2 پاش فلج شده بود. ما تازه ازدواج کرده بودیم که اینجوری شد. یکی از دوستاش همیشه میومد به عیادتش. یه چند باری در هفته حتما باید سر میزد و حالمونو میپرسید. اون میگفت هم دلش برای شوهرم تنگ میشه، هم حیات خونمون که خیلی قشنگه. هر موقع می اومد خونمون شوهرم حالش بد می شد. اصلا رنگ تو صورت شوهرم عوض می شد. ولی من نمیدونستم چی می خواد. دوست شوهرم خیلی آدم خوبی بودش. هر موقع می اومد خونمون با کلی وسایل و کلی آب میوه طبیعی می خرید برای شوهرم تا اونا رو بخوره. وقتی هم که می خورد سریع خوابش می برد. اونم به من می گفت اتاقو تاریک کنم تا شوهرت راحت بخوابه. بعد با هم می نشستیم، کلی حرف می زدیم و کلی با هم شوخی می کرد. با من خیلی راحت بود. انقدر با هم صمیمی شدیم که یه روز صبح از خواب پا شدم، دیدم که تو بغلش خوابم برده. از خجالتم فوری بلند شدم و زود رفتم بیرون از اتاق. اون آدم خوبی بود و خیلی با محبت. همش دست میزد به بدنم میگفت میخوام بدن تو ببینم. به هم دست میزد و میگفت چقدر بدن سرده. نکنه فشارت پایینه. در اون حین بودیم که من نتونستم خودم رو کنترل کنم و اتفاقی که نباید میافتاد اون شب افتاد و ما با هم رابطه داشتیم. همش میگفت بشین رو پاهام. بالاخره این نشستنای آخر شبی کار دستمون داد. منم اولش خجالت میکشیدم ولی کم کم خوشم اومد و باهاش دوست شدم. یه شب یه لیوان آب میوه طبیعی داد بهم. وقتی که خوردم همونجور که داشتم حرف می زدم سرم سنگین شد و خوابم برد. اون لحظه فکر می کردم که خدا خیرش بده. چند شبی بود که خوابم نبرده بود. اون شب حسابی خوابیدم. صبح از خواب پا شدم دیدم نیست. هر چه قدم زنگ زدم و پیام دادم هیچ جوابی نداد. از اون ماجرا چند روزی گذشت. دیدم خبری ازش نیست و منم به خاطر تهوع و سرگیجه رفتم دکتر. بعد کلی دارو و آزمایش فهمیدم حاملم. اولش خیلی استرس داشتم که میگفتم بچم از دوست شوهرم نباشه. رفتم آزمایش دادم. با کلی هزینه فهمیدم بچه برای شوهرمه. خیالم راحت شد. دیگه به دوست شوهرم رو ندادم. کلاً طوری رفتار کردم بره پشت سرش نگاه نکنه. هر چند داشت بهم خوش میگذشت. ولی ارزش بی‌آبرویی و بی‌وفایی به شوهرم رو نداشت. با خودم تصمیم گرفتم کلاً بی خیال این کارا بشم. البته شب قبل تصادف با شوهرم رابطه داشتیم. خیالم راحت شد که بچم از شوهرمه. خیلی حس خوبی بود. اینکه میخواستم مادر بشم. من و شوهرم با عشق ازدواج کرده بودیم. برای همین به جدایی اصلا فکر نمی کردم و برام خیلی سخت بود. و همیشه یه امیدی تو زندگیم بود که شوهرم رو مرتب می بردم فیزیوتراپی. شاید یه روزی بتونه رو پاهاش وایسه. آخه اون اول زندگیمون برام خیلی زحمت کشیده بود. منم قدردانش بودم. وقتی دخترمون به دنیا اومد زندگیمون شیرین شد و فلج بودن شوهرم کمرنج شده بود واسم و منم موندم با عشق کنار دخترمون به زندگیمون ادامه دادم. دوستان ممنون از همراهیتون. پایان.